فصل کوتاه آخر، رابطه حزب و تمدن، صفحه 321. آیا تاکنون پیش خود فکر کرده اید که چرا متمدنین حزبی با این نام و یا تحت هیچ نام دیگری برای خود ندارند، در حالی که در کشورهای متمدن تا 30% شهروندان آن دموکراسی ها را متمدنین تشکیل می دهند؟ در تعریف حزب، جدا از قدمت آن که گویا در قرآن هم نمیدانم سوره یا آیه‌ای با این نام آمده که بار قومی، زبانی، ایدئولوژیکی در پوشش سیاست را با خود همراه دارند، این گونه آمده: اشتراک نظر و اتفاق عمل برای کسب قدرت سیاسی، برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های از قبل تعیین شده. در دموکراسی ها یعنی جوامع متمدن، هنگامی که شما با واژه کسب قدرت سیاسی مواجه می شوید، بلافاصله با خطر جابجایی قدرت از جایگاه قانون به حکمرانی فرد یا گروه داخل گیومه همان حزب به جای قانون روبرو هستید. تنها همین واژه قدرت سیاسی که استراتژی تمام احزاب را شامل می شود، کافی است که تمدن راه خود را از آنان جدا نماید. اما اعلام می دارد که برای احزاب هم در تمدن جای هست، حتی همراه احترام. ولی باید بپذیرد که مانند مسجد و کلیسا و کنیسه، چون بر تمدن است نه با تمدن، لذا انتظار جایگاهی در مدنیت نمیتواند داشته باشد. با اتفاقی که بیش از 7 دهه پیش با به قدرت رسیدن حزب نازی و روی کار آمدن هیتلر و دار و دسته فاشیسم رخ داد، برای دقت نظر بیشتر و مراقبت از تمدن باید اینگونه به حزب نگاه کند. جورج اورول به درستی به این تعریف حزب اشاره دارد که میگوید رسیدن به قدرت سیاسی برای هر حزبی هدف است، نه وسیله. دیدیم که چگونه قانون در حاشیه و یا تعطیل حاصل به نفس افتادن دموکراسی و فاجعه برای بشریت به بار آورد. در جامعه شناسی مدنی جایی برای کاربرد ابزارهای دوگانه در نظر گرفته نشده. چرا؟ چون حزب ابزاری است برای رسیدن به هدفی داخل گیومه عمدتاً ایدئولوژیک. هنگامی که به پیروزی رسید، خودش و منافع اعضایش می شود هدف. معنای همسان انقلاب که در تعریفش گفته بودیم انقلاب روش ناکارآمدی است برای جابجایی قدرت. وقتی به منظورش رسید، خودش می شود هدف. و چند نقطه. در مدنیت مفاهیمی مورد تأییدند که ابطال پذیر نیستند. قرنها طول کشیده و هزینه‌های سنگین بر بشریت تحمیل شده تا حاکمیت قانون داخل گیومه همان اسم معنا جای حاکمیت فرد یا حزب را بگیرد. همینطور قرنها طول کشیده تا اعمال قدرت سیاسی که مورد مطالبه احزاب سیاسی است، جای خود را به اداره و مدیریت جامعه توسط صاحب صلاحیتان، به سخن دیگر شایسته سالاران داده شده. لذا جابجایی قدرت جایش را به اعمال مدیریت از ناکارآمد به مدیریت کارآمد داده، یعنی انقراض دوران حزب سالاری در محتوا. در مدنیت ها در بخش دیگر معنای
در بخش دیگر معنای حزب داریم که حزب اعضایش را مکلف می کند که از دستورات و فرامین صادره عمدتاً از رأس هرم قدرت تبعیت کنند. این نگاه با صراحت می‌فرماید شهروند یعنی امت، خلع ید از اندیشه. تو استحقاق فکر کردن نداری. فکر درست تنها آنی است که دیگران آن را برایت تعریف می‌کنند. این خواست را جز تحقیر و یا توهین به حقوق فردی چیز دیگری نمیتوان بر آن نام نهاد. شاید موافقان تحزب گرایی بگویند خرد جمعی بهتر از نظر فردی قادر به تشخیص بهتر است. این حرف سخن درستی است، مشروط بر اینکه منافع شخصی یا حزبی برای اعضایش خرد تعریف نشود. یکی دیگر از ویژگی‌های غیر مدنی بودن حزب این که حامل ایدئولوژی خاصی است. برخلاف ضرورت اتحادیه‌های صنفی که وجودشان بسیار بسیار ضرور، که کارشان دفاع از منافع و حقوق صنف‌های دارای منافع متفاوتند، و یا NGOها که ارکان ساختار مدنی را مدیریت می‌کنند. احزاب منافع خاصی را ترویج و تبلیغ و یا مدیریت می‌کنند، لذا ابزاری هستند زیان رسان به تمدن. نگاه کنید به شناسنامه احزاب گوناگون. احزاب کمونیستی که دشمن فطری تمدنند، احزاب فاشیستی که حاصلش را دیدیم، و نگاه خالی از پیش‌داوری به ترکیه اردوغان با استفاده زیرکانه از قدرت تجمع نیرو در حزب، ابتدا با استفاده از ابزار قانونی داخل گیوم انتخابات آن را به قانون تبدیل، سپس به نابودی مدنیت نوپای ترکیه مشغول می باشد. و چند نقطه. سخن آخر این که آنچه که تا به امروز تمدن را روز به روز به جلو پیش برده، نه ناشی از کار احزاب، بلکه ناشی از تلاش خردمندانه کسانی است که ابتدا با استفاده از ریزدانهای فرهنگ، با بالا بردن دانش شهروندان، با استفاده از مدرنیته، چه نوع آنتیک آن و چه نوع بروز آن، و با افزایش قدرت خرید و بالا بردن رفاه اقتصادی شهروندان آن را تیمارداری کرده تا بدین جا رساندند. اعمال قانون را بدیل حکمرانی قدرت فردی یا حزبی یا قومی نمودند. صاحب نامانی چون سلون اولین قانونگذار مدنی، افلاطون‌ها معماران تمدن کلاسیک در یونان باستان از سوی و ادامه دهندگان راه آنان مونتسکیوها، جان لاک‌ها و تمامی فارغ التحصیلان لوژهای فراماسونری در انگلستان و بعدها لوژهای فرانسه و آلمان و بیشماران دیگر از تمدن باوران تاریخ این کاخ ماندگار را به یادگار گرفته و با بروز کردن آن برای آیندگان آراسته‌اند، بدور از آسیب رسانی احزاب، چون احزاب بیش از کمک به تمدن به آن آسیب رساندند. لااقل باید گفت با بودن دنیای مجازی امروز، تاریخ مصرفشان اگر روزگاری هم مفید بوده، حال دیگر گذشته. بخش دوم، صرف وقت برای باسوادی یک جامعه، صفحه 326.
برای باسواد کردن جامعه‌ای تقریباً از نقطه صفر لااقل به 75 سال زمان نیاز می باشد. ایران عصر قاجار بر اساس تحقیق یرواند آوانسیان در طول بیش از یک قرن 93 نفر تحصیل کرده تربیت کرده بود. آن هم نه در ایران، کمی بیش از 40 نفر در فرانسه، کمی کمتر از این تعداد در انگلیس و معدودی هم در آلمان و بقیه نقاط دنیا. تا قبل از پهلوی ها چند تا مدرسه، ابتدا در تبریز با نام مدرسه تربیت و بعدتر در تهران، آن هم با تعریف آن روز مدرسه که بیشتر به مکتبخانه نزدیک بود تا مدرسه، بر اساس سلک و سیاق مدارس امروزی، زیرا ابتدا باید کتب متنوع درسی به عنوان پیش شروع تدوین می شد که تا زمانی که در 1330 من شاگرد مدرسه شدم به بعد تنها به این کتب رسیده بودیم: کتاب فارسی، حساب، تاریخ و جغرافی در یک کتاب، علم الاشیاء، شرعیات. چیزی کمتر از 9% جوانان و نونهالان مملکت ایران پس از 37 سال از عمر حکومت پهلوی توانسته باسواد داشته باشد. تا 1130 از 20 تا 25 سال به بالا همگی بی سواد. چرا؟ چون باید 12 سال زمان صرف تربیت کادر نویسندگان کتب درسی می شد تا سطح دکترا به مراتب بیشتر تا 20 سال. 12 سال زمان نیاز بود برای تربیت 1000 معلم، نقطه شروع با داشتن 50 داوطلب در هر کلاس، 1000 معلم با داشتن 1000 کلاس، بعد از 6 سال 50,000 باسواد 6 کلاسه، همین تعداد 5 کلاسه و الی آخر. پس از گذشت 36 سال شما 60,000 باسواد در سطوح مختلف تحصیلی که بعدها پس از تأسیس دانشگاه و دانشسراهای عالی در مملکت تا سطح تربیت دکترا در دل این 6 سال نیروهای جوان دارید. از این سال تا رسیدن به مرز 50 سال 50 سال با نظر داشت تصاعد حسابی در بهترین حالت 4.3 میلیون باسواد، عددی حدوداً معادل 18% جمعیت را داشت. از این سال به بعد با میانگین رشد 5% سالانه بر رشد آمار اضافه می گردد. در 6 سال آخر جامعه هم نیروی کافی هم توان مالی کافی به علاوه انگیزه و اجبار در امر سواد آموزی فراهم آمده تا ما جمعیت 75% باسواد را در جامعه دارا باشیم. 25% بقیه با توجه به اینکه اگر جملگی آنان نیروی سالمند را شامل باشند، با تغییر نسل سالانه 1% به آمار افزوده می گردد. یعنی سالانه با مرگ 1% کهنسالان، چون اینان به دلیل موجه تن به آموزش نخواهند داد. پایان بخش دوم. ضمیمه کتاب: اولین قانون اساسی دنیا، ماگنا کارتا در انگلیس، صفحه 329. خلاصه ای از اولین قانون اساسی به یادگار مانده در تاریخ. ماگنا کارتا یا منشور کبیر باستانی یا قانون اساسی انگلستان اولین خامنامه قانونی است که با توجه به زندگی بسیار محدود آن دوران که به هیچ روی با زندگی پرمشکل امروز از توسعه بوروکراسی و دیوان سالاری آمیخته با فساد
پیدایش انواع جرایم از یک سو و پیچیدگی‌های نوع حکومتداری و مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر و غیره که محصول گذار تاریخی از زندگی زیر نام رعیت به مردم داخل گیوم ملت پس از مدرنیته وارد گفتمان مدنی شده تقریباً بیگانه است. تنها رگه های از عناصر آن کاربرد به روز دارد. در 1536 میلادی پادشاه داخل گیوم جان به خاطر عدم تمکین اسلافش هنری دوم 1199 تا 1216، ریچارد اول 1189 تا 1199 از خواست اشراف با دادن سر خود این سند تنظیم و در ادامه به یکی از قوانین اساسی مشروطه پیشرو فرا رویید. 1. با تأییدات الهی و به موجب منشور حاضر از جانب خود و اخلاف خود تأیید می کنم که کلیسای انگلستان برای همیشه از آزادی برخوردار خواهد بود. هیچ حقی از آن کاهش نخواهد یافت و آزادی‌هایش آسیب نخواهد دید. اراده ما بر آن تعلق دارد که چنین باشد و این حقیقتی است عیان که بیش از آنکه هر گونه کشمکشی میان ما و بارونهای ما آغاز شود، ما با طیب خاطر و بدون اکراه آزادی انتخاب را که بی تردید برای کلیسای انگلستان سخت مهم و اساسی است اعطا کرده و به موجب منشوری آن را تایید کرده ایم. حضرت پاپ اینوکنتیوس سوم نیز بر آن صحه گذاشته است. تمامی رعایا و اخلاف ما نیز باید در رعایت آن کوشا باشند. 2. اگر شهسواری در هنگام مرگ بدهی داشته باشد، وارثش میتواند با پرداخت 100 لیره املاک را تصرف کند. 3. اگر وراث صغیر باشند در سن بلوغ بدون جریمه و مالیات به املاک خود میرسند. 4. سرپرست صغار نباید موجب خرابی و یا اتلاف املاک گردد. 5. سرپرست ملک باید در حفظ و مرمت خانه ها، پارک ها، آبگیرها، آسیاب ها، گاوان ها و غیره بکوشد و پس از سن بلوغ باید همه سالم تحویل وارث دهد. 6. وارث می باید با همشأن خود زناشویی کند. پیش از زناشویی باید به اقوام نسبی وارث اطلاع داده شود. 7. هر بیوه‌ای باید بدون اشکال میراث خود را دریافت دارد بدون پرداخت مالیات. زن تا 40 روز میتواند در خانه او تا دریافت جهیزیه‌اش بماند. 8. هیچ بیوه‌ای را نمیتوان به اجبار به زناشویی دیگر واداشت. 9. اگر بدهکار در پرداخت دین آهی در بساط نداشته باشد، وثیقه‌اش ضبط می‌گردد. 10. اگر صغیری وارث بدهی به کلیمی است، از پرداخت بهره معاف است، اگر ارثش به دولت برسد نیز. 11. طلبکار یهودی پس از مرگ بدهکار از اموال اضافی از جهیزیه زن و نیاز صغار حق دریافت طلب دارد. 12. هیچ گونه کمک مالی جدا از حکم شورای عمومی ما مگر ملغا که برای فدیه ما هیچ گونه کمک مالی جدا از حکم شورای عمومی ما مگر مبلغی که برای فدیه ما برای برگزاری مراسم شهسواری پسر بزرگ و برای نخستین زناشویی. 13. شهر لندن از تمام آزادی‌های کهن برخوردار و علاوه اراده ما بر این است که سایر شهرها و روستاها هم. 14. هیچ کس مجبور نیست برای یک شهسوار یا املاک سایر زمینداران بیش از آنچه بر ذمه اوست
بیگاری کند. 15. دعاوی عمومی در دیوان عدل ما رسیدگی نمی شود، بلکه در محاکم ثابت دیگری. 16. رعیت آزاد را نباید برای ارتکاب جرمی ناچیز مجازات کرد، مگر بر حسب درجه جرم و غیره. در هر حال حیات او در امان است و تاجر را هم در چنین شرایطی مال و تجاره هایش را نمیتوان ضبط کرد و رعیتی که در همان شرایط مجازات شود وسایل امرار معاشش در امان است. 17. لردها و بارونها مجازات نخواهند شد مگر توسط همتایانشان، آن هم در حد جرمی که مرتکب شدند. 18. هیچ دهستان یا فردی را نمیتوان مجبور به احداث پل بر روی رودخانه کرد مگر آنهایی که قانوناً از قدیم این کار را میکردند. 19. هیچ یک از کلانتران، شهربانان، ماموران تجسس و غیره نمیتوانند در امور مقام سلطنت دخالت کنند. 20. هیچ یک از شهربانان نمیتوانند غله یا اموالی بستانند مگر اینکه بهایش را پرداخته و یا با رضایت فروشنده بعداً بپردازد. هیچ کس حق ندارد عرابه یا اسب رعیت آزادی را برای بارکشی بگیرد مگر با رضایت وی. 22. نه ما و نه هیچ کس حق ندارد الوار کسی را برای احداث قلعه یا سایر مصارف مصادره کند. 23. ما املاک کسانی را که محکوم شده‌اند را نمیتوانیم برای مدت بیش از 1 سال و 1 روز در توقیف نگه داریم و پس از آن به صاحبش مسترد خواهیم کرد. 24. از این تاریخ کلیه ترفندهایی که بر روی ترمز و جلوی سرسرای تنگدستان نابود می شود مگر در سواحل دریا. 25. از این پس فرمانی که پریسیپ خوانده می شود برای هیچ کس که احتمالاً حیات خانه خود را از دست بدهد صادر نخواهد شد. 26. از این پس هیچ یک از پیشکاران ما حق ندارد کسی را به دلیل بددهنی تحت تعقیب قرار دهد. 27. هیچ آزاد مردی نباید دستگیر یا زندانی یا اموالش مصادره یا محروم از حقوق یا تبعید شود یا به هر نوعی متضرر شود. نه ما به او یورش خواهیم کرد و نه کسی را برای یورش به او گسیل خواهیم نمود مگر پس از دادرسی عادلانه توسط ایران او یا از طریق قانون کشوری. 28. ما بابت اعطای حق یا اجرای عدالت از هیچ کس وجهی دریافت نخواهیم کرد و موجب تأخیر یا تعطیل حق و عدالت نخواهیم شد. 29. کلیه بازرگانان در کمال امنیت و ایمنی حق خروج و ورود به انگلستان را دارند و می توانند در سراسر کشور اقامت گزینند و معاف از هر گونه پرداخت عوارض نامشروع داد و ستد. 30. از این پس هر کس که در قلمرو ما باشد حق دارد در کمال امنیت و ایمنی ما را ترک و یا به سرزمین ما بازگردد. 31. اگر از املاک وراثی چون والینگفورد، ناتینگهام، بولتنی و غیره که در اختیار ما هستند ما به کسی واگذاریم و او درگذرد، وارث چیزی بیش از بدهی بارون نباید بپردازد. 32. کسانی که خارج از جنگل ها زندگی می کنند از این پس نیازی ندارند دعاوی خود را نزد قضات ما که خاص امور جنگل ها هستند مطرح کنند. 33. ما هیچ کس را به مسند قضاوت شهربانی، کلانتری یا پیشکاری منصوب نخواهیم کرد مگر آنکه از قانون قلمرو سلطنتی ما آگاه باشد و در حفظ آن مقام بکوشد. 34. تمام جنگل ها که در عهد سلطنت ما شکارگاه شده اند به فوریت
آزاد می شوند و همچنین سواحل رودخانه ها. 35. ما به فوریت کلیه گروگان ها و احکامی را که از انگلیسیان برای مصونیت و حفظ آرامش یا وفاداری گرفته ایم به آنها باز خواهیم گرداند. 36. تمام جریمه هایی که به ناحق و مخالف قانون کشور دریافت کرده ایم و تمام مجازات هایی که به ناحق و مخالف قانون کشور اعمال کرده ایم بخشوده می شوند. 37. اگر ما اهالی ولز را از املاک و سایر موارد بدون دادرسی قانونی توسط اقران آنها در انگلستان یا ولز محروم کرده باشیم، بلافاصله باید خسارت آنها جبران شود. اهالی ولز نیز باید با ما و رعایای ما چنین کنند. 38. تمامی حقوق و آزادی های فوق الذکر که ما اعطا کرده ایم در سراسر قلمرو سلطنتی ما لازم الاجراست و آنطور که زیبنده ماست بایستی نسبت به اتباع ما روحانی و غیر روحانی در سراسر قلمرو سلطنتی ما رعایت شود و آنها نیز بایستی آنگونه که شایسته است این حقوق را نسبت به اتباع خود رعایت کنند. 39. با انتخاب 25 بارون در سراسر قلمرو سلطنتی با همه توان خود از صلح و آزادی هایی که اعطا و بر اساس آن منشور تایید کرده ایم پاسداری کنند. اگر عوامل خدمتگزاران ما از این اجرا سر باز زدند، از طریق 4 تن از 25 بارون باید به ما یا قاضی القضات ما اطلاع دهند و ما باید ظرف 40 روز به آن رسیدگی کنیم. چنانچه از این عمل سر باز زدیم، مردم می توانند بر علیه ما شورش و عصیان کنند و به آزار ما بپردازند. 40. این فرمان را در چمنزار رانیمیل حد فاصل ویندزور و آستینز در 15مین روز ماه ژوئن از 17مین سال جلوس به سلطنت خودمان توشیح می کنیم. پایان. پایان کتاب زادبوم رباط کریم شهریار. آغاز نگارش از سال 2004 میلادی. به امید سرافرازی ایران و ایرانی در سایه فهم و درک دانش یونانی.